سلام و عرض ادب. خیلی سریع میخوایم بریم سراغ بهترین سوپرمارکت های آنلاینی که میتونید ازشون خریدتون رو انجام بدید و یه معرفی داشته باشیم از هر کدوم. خب اولین سوپرمارکت آنلاینی که هم توی تهران هم توی شهرستان‌های مختلف میتونید ازش سفارش ثبت بکنید سوپرمارکت دیجیکالا هستش. من اگر سرچ بکنم سوپرمارکت دیجیکالا میتونم به این سایت دسترسی داشته باشم. این بخش سوپرمارکتشون هست که انواع اقسام کالاهای ایرانی و خارجی رو میتونید توش پیدا بکنید و ثبت سفارشتون رو انجام بدید. کلا توی دیجیکالا همه مدل برند و همه مدل کالایی رو میتونید پیدا بکنید، از جمله دمنوش ها، شامپوها، مواد غذایی و در کل حتی طلای دیجیتال هم داخل دیجیکالا میتونید پیدا بکنید و خب نیازی به معرفی نیست. دیجیکالا رو دیگه همتون میشناسید. از طریق اون لینکی که کلیک کردم میتونید بیاید وارد فروشگاهشون بشید و ثبت سفارشتون رو خیلی راحت انجام بدید. برای ثبت سفارش نیازی به پر کردن اطلاعات عجیب غریب نیست. صرفا یه شماره تلفن میدید، یه کد براتون ارسال میشه. خواستید بعداً میتونید در واقع اطلاعاتتون رو تکمیل بکنید و آدرس حالا این چیزا رو بدید که این سوپرمارکت براتون کالای سفارش داده شده رو تحویلتون بده. دومین سوپرمارکت آنلاینی که میتونم بهتون معرفی کنم و مطمئن هست سوپرمارکت کامو مارکت هستش. داخل کامو مارکت میتونید انواع اقسام کالاهای خارجی، کالاهای اصل وارداتی رو پیدا بکنید. اگر توی گوگل سرچ کنید کامو مارکت وارد این وبسایت میشید. مجموعه کامو مارکت توی تهران هستن و دسته‌بندی محصولاتشون به صورت کامل تفکیک شده هست و شما میتونید از محصولات خانه و آشپزخانه، آرایشی بهداشتی، مراقبت از پوست و مو و خوراکی ها و نوشیدنی ها، مکمل های غذایی مثل پروتئین بارها و در واقع مکمل های اصل تنظیم خواب یا زمان بارداری رو در واقع از این سایت سفارش بدید. همونطور که میبینید کد تخفیف هم دارن. محصولات تا 50% روی یه سری از محصولات در واقع تخفیف گذاشتن و خرید اولتون از کامو مارکت با این کد که در اختیارتون قرار میدن به صورت رایگان هستش و کلا همه چیز میتونید پیدا بکنید. انواع اقسام شکلات های خارجی مثل شکلات ریتر اسپورت یا کپسول های قهوه، کرم های آرایشی بهداشتی، لوازم آشپزخونه مثل لکه برها، در واقع مواد شوینده و بهداشتی. خوبی این سوپرمارکت اینه که شما میتونید خیلی سریع کالاتون رو توی تهران تحویل بگیرید چون توی المهدی هستن و سریعا به دستتون میرسونن و ارسالشون به شهرستان ها خیلی سریع اتفاق میفته. پس کامو مارکت هم دومین سوپرمارکتیه که میتونیم بهتون معرفی کنیم برای خرید مطمئن. سومین سوپرمارکت اسنپ مارکت هستش که همتون در واقع میشناسیدش. برای دوستانی که حالا میخوان کالاهای ایرانی رو بیشتر سفارش بدن و در واقع محصولات دم دستی رو میخوان به صورت آنلاین سفارش بدن، توی گوگل اگر سرچ کنید اسنپ مارکت میتونید وارد وبسایتشون بشید. توی 4 تا شهر تهران، کرج، اصفهان و قم در واقع سرویس دهی دارن، سرویس دهی سریع دارن، پیک های موتوری که سریعا کالا رو به دستتون میرسونن و اینجا همه چیز تفکیک شده است و در واقع عموما کالاهای ایرانی دم دستی رو میتونید از طریق اسنپ مارکت سفارش بدید. کما اینکه خرید قسطی هم دارن. تحت شرایطی شما میتونید ورود یا عضویت داشته باشید و بتونید هم با اقسام لباس ها، نمیدونم حالا طلا، لوازم خانه و آشپزخانه و کلا ریز مواد غذایی که تو طول روزمره به کارتون میاد رو میتونید از اسنپ مارکت با خیال راحت خریداری بکنید و تخفیف هم دارن. توی این بخش مشاهده همه محصولات رو بزنید، میتونید وارد هم خرید قسطیشون بشید و هم اجناسی که تخفیف خوردن. چهارمین سایتی که به صورت سوپرمارکت آنلاین ما میتونیم در نظرش بگیریم وبسایت اوکالا هستش. زیر مجموعه فروشگاه‌های افق کوروش هستش. توی گوگل اگر سرچ بکنید اوکالا وبسایتشون بالا میاد و اوکالا خوبیش اینه که اجناس رو با قیمت عموما کمتری از فروشگاه‌های دیگه و معمولا با تخفیف براتون ارائه میکنه. این نسخه موبایل هستش، بنابراین تعجب نکنید که چرا کوچیک هست چون بیشتر فوکسشون روی موبایل بوده و اینجا هم میتونید پرفروش ترین ها رو مشاهده بکنید. تخفیف های خوب میتونید بگیرید. میتونید از نزدیکترین سوپرمارکت هایی که اینجا وجود داره کالاهای خودتون رو سفارش بدید و همونطور که میبینید اینجا براتون زده که مثلا سوپرمارکت سیتی توانیر اگر شما توی این محدوده هستید میتونید
60 دقیقه‌ای محصولتون رو در واقع دریافت بکنید، هر چیزی که سفارش میدید. یعنی در واقع 1 ساعت اینجا یه شماره موبایل میدید، کد تایید براتون میاد و میتونید در واقع کالاتون رو سفارش بدید، پرداخت داشته باشید و به زودی زود به دستتون برسه. خوبی این در واقع سوپرمارکت آنلاین این هستش که خیلی سریع اجناس رو به دستتون میرسونه و مثل فروشگاه دیگه نیستش که حداقل 2-3 روز باید منتظر باشید در واقع کالاتون به دستتون برسه. و اگر خرید خیلی سریع دارید حتما از اوکالا استفاده بکنید. یکی از بهترین در واقع سوپرمارکت های آنلاین قطعا تزول مارکت هستش که اگر ترک زبان باشید قطعا میدونید منظورشون زود هستش از تزول یا زود باش. در واقع شعارشون این هستش که خیلی زود اجناستون رو به دستتون میرسونن. توی گوگل اگر سرچ کنید تزول مارکت میتونید این سایت رو مشاهده بکنید. اپلیکیشن هم دارن که اگر از خرید اولتون راضی بودید میتونید در واقع دانلود اپلیکیشن رو انجام بدید و از اون به بعد از طریق اپلیکیشنشون سفارش ثبت بکنید. خوبی تزول مارکت این هستش که با سوپرمارکت های اطراف شما کانکت هستش و به صورت رایگان کالاتون رو ارسال میکنن. سوپرمارکت هایی که در واقع پیک موتوری رایگان دارن میتونن عضو این وبسایت بشن و اجناسشون رو از طریق تزول مارکت به فروش برسونن. شما هم میتونید ثبت بکنید در واقع لوکیشنتون رو از این طریق، اینجا نقشتون رو انتخاب میکنید و جنسی که سفارش میدید از نزدیکترین سوپرمارکت نزدیک خودتون در واقع بهتون ارسال میشه. اجناسی هم که توی تزول مارکت وجود داره معمولا اجناس ایرانی هستش که توی همه سوپرمارکت ها وجود داره و کالاهای مصرفی روزانه است. سوپرمارکت بعدی پینکت هستش که بریم با هم دیگه نگاه بکنیم. اگر توی گوگل بزنید پینکت سایتشون بالا میاد و همونطور که میبینید نسخه موبایل و نسخه وب هم دارن. از پینکت میتونید در واقع سبزیجات و میوه و تره بار سفارش بدید، یعنی روی این موضوع خیلی تمرکز داشتن و با این فروشگاه ها کار میکنن. هایپر استار، افق کوروش و در واقع سوپرمارکت های مثل هایپرمی همکاری دارن و خوبیشون اینه که میتونید یک زمان مشخص در نظر بگیرید، حالا تحت اون قوانین که خودشون دارن، و تو ساعت مشخصی که شما میخواید اجناستون به دستتون برسه. دسته‌بندی هاشون هم که خب کالای سوپرمارکتی، پوشاک، میتونید پوشاک سفارش بدید. همونطور که میبینید برندهایی مثل السیمن با پینکت فعالیت میکنن، همکاری دارن. لوازم پروتئینی، گوشت و مرغ و سایر در واقع اجناسی که ممکن نیاز باشه مثل کتاب، آجیل یا حتی لوازم آرایشی رو میتونید از پینکت سفارش بدید. سبدینو یکی دیگه از پلتفرم های خرید اینترنتی هستش. اگر توی گوگل سرچ کنید سبدینو وبسایتشون بالا میاد. سبدینو خیلی مناسب افرادی هستش که میخوان گوشت و مرغ در واقع تازه تهیه بکنن، هم توی بسته‌بندی درست حسابی، هم کالاشون زود به دستشون برسه و شعارشون هم اینه که کلا محصولاتشون خیلی تازه است، دست اول درجه 1. و اگر هوس کردید که حالا گوشت و مرغتون رو به صورت آنلاین سفارش بدید یا برای مراسماتی مثل عروسی، مثل مراسم تولد نیاز داشتید که به صورت عمده گوشت و مرغ سفارش بدید، میتونید داخل فروشگاه سبدینو بیاید و در واقع سفارشتون رو ثبت بکنید. تخفیف هم دارن که میتونید از این تخفیف ها استفاده بکنید و سفارش تلفنی هم دارن. دیگه اونجوری نیستش که شما یه سوالی داشته باشید پاسخ دهیش فقط به صورت آنلاین باشه. تلفنی میتونید تماس بگیرید از 8 صبح تا 8 شب که کمکتون بکنن جنسی که مد نظرتونه رو پیدا بکنید. توروب آخرین سوپرمارکت آنلاینی هستش که ما میتونیم بهتون معرفی بکنیم. خب اگر توروب رو یا سوپرمارکت توروب رو توی اینترنت سرچ بکنید و وارد سایتشون بشید میتونید به بخش سوپرمارکت دسترسی داشته باشید. توروب کلا اجناسش رو با قیمت‌های بسیار مناسبی در واقع ارائه میکنه. توی بخش هایپرمارکت شما میتونید شوینده بهداشتی، مواد غذایی مثلا مثل آجیل و خشکبار رو سفارش بدید. همونطور که میبینید الان مثلا مغز بادام درختی ایرانی سوپر رویال در واقع کیلویی 495,000 تومان هستش. قطعا اگر برید توی بازار یا مغازه ها
در واقع این جنس رو قیمت بکنید، قیمتش بسیار بالاتر از سایت توروب هستش و من پیشنهاد میکنم برای یک بار ضرر نداره، میتونید اجناسی رو تهیه بکنید که با حفظ کیفیت متوسط قیمت پایینی دارن. خوشحال شدم این ویدیو رو در خدمتتون بودم. سعی کردم بهترین سوپرمارکت های آنلاین رو برای خریدهای مختلف بهتون معرفی بکنم و تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.